سلام، به استارشیپ لرن خوش اومدید. خب بچه ها، به قسمت پنجم آموزش برنامه نویسی کاربردی حالا به همراه مهندسی نرم افزار و ساختمان داده خوش اومدید. توی قسمت پنجم ما قرار هست که راجع به حالا یک نکته مهمی یا یک مسئله مهمی دیگر از مجموعه مسائل لید کد تمرکز کنیم که مسئله به نسبت کاربردی هست که حالا کاربردهاش رو هم براتون در ادامه توضیح میدم. اول بریم خود مسئله رو داخل آیدی ببینیم. بچه من دیگه حالا سایت لید کد رو باز نکردم چون انتظار دارم شما خودتون برید متن مسئله و حالا دیسکریپشن مسئله رو بخونید و بعدش حالا بیاید سراغ این ویدیو. من حالا اون برداشتی که خودم داشتم از متن مسئله دیسکریپشن رو براتون توضیح میدم و بعدش حالا در ادامه میریم سراغ توضیحش. مسئله کلا حالا با توجه به اسم فانکشنش یا اسم فولدرش که حالا اینجا هم دارید میبینید، ما میخوایم میانه دو تا آرایه سورت شده رو بگیریم. میانه. اول از همه باید یک تعریفی از میانه و میانگین و مد رو ما داشته باشیم از لحاظ آماری. شما اگه داخل گوگل بیاید و سرچ بکنید حالا دیف یا دیفرنس between median and mean، همین سایتی که این بالا میاد همین توضیحات خیلی خوب و جامع هستش. حالا من هایلایت میکنم و توضیح میدم که داره چه اتفاقی میفته. بچه‌ها ببینید میانگین میشه اوریج، خب یعنی خود مین، کلمه مین میشه اوریج جمع حالا عناصر آرایه به تعدادشون که این دقیقاً حالا توی مفهوم فارسی شاید ما با اسم معدلگیری هم بشناسیمش. این میشه مین. خب این دقیقاً اینجا هم همینو گفته که average where sum of all the number is divided by total number of numbers. این همین تعریف که الان من گفتم. در حالی که میانه یا مدین، خب این دقیقاً وسط یه لیسته. یعنی شما فرض کنید که یه لیستی دارید مثلا 5 تایی، 1 2 3 4 5، وسطش میشه این عدد 3. شما مثلا مثال خیلی دم دستیش دستتون رو نگاه بکنید. دستتون رو نگاه بکنید 5 تا انگشت وسط میشه میانه دست شما، میانه لیست انگشتان شما. اینجوری به قضیه نگاه بکنید. خب این هم میانه. حالا اینجا تو این توضیحات یه دونه مد رو هم گفته که مد دقیقاً همون چیزی هست که ما توی فارسی میگیم آقا فلان چیز مد شده. فلان چیز مد شده یعنی این که خیلی زیاد داره تکرار میشه. این دقیقاً تعریف آماری مد هستش. اوکی، این تا اینجا. پس ما میخوایم بیایم میانه دو تا sorted array رو پیدا بکنیم. یعنی دو تا آرایه به ما میدن، ما اینا رو با هم جمعشون میکنیم، کنار هم قرارشون میدیم و بعدش میایم میانه رو حالا تشخیص میدیم با روشی که توضیح میدم. بریم سراغ خود مسئله. خب بچه‌ها مثل همیشه ما خب یه دونه وریبلی داریم که در اصل یه دونه فانکشنه. حالا طبق خود توضیحات لید کد یه نامبرز 1 میگیره، یه نامبرز 2 میگیره، یا نامز 1 و نامز 2 و حالا یه مسئله ای بریم. من اینجا یه سری لینک هم قرار دادم که حالا تو ویدیو براتون بازش میکنم که مشاهدهش بکنید. یکیش این هست که ما چجوری میتونیم بیایم و حالا دو تا آرایه رو، دو تا لیست رو داخل جاوا اسکریپت با هم بیایم و مرجشون بکنیم. خب اگر ما این لینک رو باز بکنیم خب خیلی نفرات مختلفی میبینید که خیلی اسکرولش طولانیه. خیلی نفرات مختلفی اومدن توضیح دادن. حتی این جوابه دیگه کارش رسیده مثلا به پیج، مثلا پیج 2 3 4 و میبینید که خیلی مسئله حالا محبوبی بوده و اینها. خیلی ها اومدن مثلا اپریشن هاش و پرفورمنس هاش اومدن در نظر گرفتن، بنچمارک گرفتن مثلا الگوریتم های مختلف رو و این خودش نشانه خوبیه. چرا؟ چون شما مثلا میتونید از همین صفحه‌ای که حالا من لینکش رو داخل دیسکریپشن هم قرار میدم نکات خوبی یاد بگیرید.
من چیزی که خودم بلد بودم و حالا روش ES5ش یا ECMAScript 5ش اگر اشتباه نکنم اینجا هم هست. اینه ها، میگه ES5 ورژن. مثلا میتونی از اری کانتکت استفاده کنی، یه اری دارید نقطه کانتکت فلان اری. من خودم این رو بلد بودم، اما راههای دیگری هم هست. مثلا اینجا اومده روی آرایه ها یه دونه حالا پروتوتایپ تعریف کرده، یه دونه فانکشن تعریف کرده که بعد مثلا بتونه روی مثلا این آرایه نقطه یونیک رو صدا بزنه. ببینید این اتفاق افتاده. و عرضم خدمتتون که دقت کنید، ما حتما موقع مرج کردنمون داخل لید کد هم فکر میکنم این نکته توضیح داده شده که نباید چیزی رو یونیک بکنیم. یعنی شما فرض کنید اگر داخل آرایتون 2 تا عدد 5 دارید، باید جفتش رو نگه دارید توی لیست یا توی اریتون و نباید دست بخوره. خب پس حالا ما اومدیم به این روش اینها رو با هم مرج کردیم. حالا یه روش مرج دیگر هم من اینجا به صورت دیستراکچرینگ اری اومدم نوشتم که شما میتونید حالا یه دونه آرایه کلی بذارید و بقیه آرایه هاتون رو با رست پارامتر یا دیستراکچرینگ حالا اری بازش بکنید و به تعداد نیاز قرار بدید. شما اگر 3 تا آرایه هم داشتید با همین سینتکس میتونید برید جلو. یعنی که همینجوری حالا مثلا دوباره یه نقطه بزنید، مثلا دو کانتکت آرایه دیگه. ببینید من میتونم الان دارم اول کانتکتش میکنم با نامز 2 این متغیر رو، بعد تازه کانتکتش بکنم با یه چیز دیگه. شما میتونید بی نهایت این کار رو انجام بدید، البته تا جایی که دیگه مموریتون پر نشه، اورفلو نکنه برنامه‌تون. حالا حتما راجع به این مسائل اورفلو و اینها هم یه جایی صحبت خواهیم کرد. خب بعد بچه‌ها داخل خود عبارت مسئله و خود اسم مسئله عبارت سورتد هست، یعنی ما باید بیایم اینجا عملیات سورت رو انجام بدیم. خب خیلی ساده. حالا اینجا باز من یه دونه لینک استک اورفلو گذاشتم که حالا سراغش نمیرم، ولی توی دیسکریپشن هست، شما میتونید مطالعهش بکنید. و بعدش حالا میخوایم کلا فرآیند سورت رو انجام بدیم. خب سورت ما یه دونه کامپر فانکشن میگه، یه دونه حالا فانکشن میگیره که بتونه 2 تا مقدار رو با هم مقایسه بکنه. و نکته‌ای که هست توی کامپر فانکشن یه مقدار داریم، اولین پارامترش رو من اسمشو گذاشتم سکند، دومیشو گذاشتم فرست. چرا؟ چون شما اگر این رو به صورت حالا فانکشن عادی بنویسید، یعنی بیاد مثلا داخل اینجا بنویسید فانکشن مثلا یه چیزی، حالا چون اسمم نداره دیگه، حالا اینجا گیرش به خاطر همین هست، و مثلا کنسول لاگ بکنید این سکند و مثلا کنسول لاگ بکنید فرست رو، متوجه میشید که با توجه به لیستتون چرا من این نامگذاری رو انجام دادم. حالا روی وایت بورد هم بهتون نشون میدم که چه اتفاقی داره میفته. اما به صورت کلی ما میایم عدد دوم رو منهای عدد اول میکنیم و اون رو ریترن میکنیم، یعنی داریم از ارو فانکشن استفاده میکنیم که نتیجه این عملیات رو برای ما ریترن میکنه. خب ببینید بچه‌ها، فانکشن های سورت حالا داخل برنامه‌نویسی معمولا به این صورت کار میکنن که 3 تا شرط دارن. خب 3 تا کاندیشن رو بررسی میکنن. یا اون کامپر فانکشنه میاد یه مقدار منفی رو برمیگردونه، یا صفر برمیگرده، یا مثبت برمیگرده. اوکی، که اینها رو حالا من براتون توضیح میدم. بریم سراغ وایت بورد که من وایت بورد رو بیارم این گوشه. اینجا این هست. برای مثال شما فرض کنید که ما به تابعمون یا حالا به این مسئلهمون آرایه 3 1 2 رو دادیم. ما حالا اینا بعد از اینکه اینا با هم مرج شدن و کانتکت شدن اون هستش. در قدم اول این 3 رو شما می‌بینید اینجا. بذارید من یه رنگ متفاوت بیارم، مثلا آبی. شما می‌بینید این 3 میشه فرست ما، این میشه سکند ما توی کامپر فانکشنه. برای همین من اینجوری نامگذاریش کردم. خب یعنی کامپر فانکشن اول یک رو میاره تو ورودی خودش، بعد این یکی رو میاره. برای همین من این فرست و سکند رو اومدم نامگذاری کردم. اگر متوجه نشدید یه بار دیگه گوش بدید متوجه بشید. میاد این دوتا رو سکند منهای فرست، آقا 1 منهای 3، 1 منهای 3 میشه چی؟ -2. جواب کمتر از 0 منفیه. وقتی منفی میشه میفهمه که
این پارامتر سکند از فرست کمتره، پس جابجاشون میکنه، 1 و 3 رو جابجا میکنه. پس تو مرحله اول بعد از اولین مقایسه لیست ما میشه این شکلی. خب میشه این شکلی. حالا میریم سراغش. حالا اینجا میاد و چیکار میکنه؟ میاد و یک بار توی این مرحله 1 و 2 رو مقایسه میکنه. دوباره منها میشن اینا از هم، یعنی 2 منهای 1 1، میفهمه که سورتش درسته. یعنی تا الان 1 و 2 رو اگر ما نگاه بکنیم ترتیبشون درست. خب این تا الان. پس این 2 تا پارامتر اول رو با هم مقایسه کرد. یعنی یک بار اومد با 3 مقایسهش کرد، این 1 رو. یه بار اومد با 3 مقایسهش کرد، یه بار با 2. این تا اینجا. حالا میره 3 و 2 رو با هم مقایسه میکنه. دوباره به همون روشی که توضیح دادم اینا از همدیگه کسر میشن و خب باز عدد منفی در میاد و جای 2 و 3 هم توی لیست عوض میشه. میرسیم به این وضعیت اینجا 1 2 3. خب تا الان شما میگی سورت شده، اما الگوریتم سورت ما جهت اطمینان دوباره میاد و این 1 و 2 رو هم با هم مقایسه میکنه که دیگه مطمئن بشه که این مقداری که الان جاش رو عوض کرده قبلا تو پوزیشن دوم بود، حالا اومده تو پوزیشن اول لیست. میخواد مطمئن بشه، میاد و دوباره اینها رو هم یه بار دیگه با هم مقایسه میکنه، میبینه که کار سورتش درسته و این رو به عنوان خروجی برمیگردونه. البته به عنوان خروجی بر نمیگردونه و بیشتر فانکشن های سورت این پلیسن. یعنی حالا اینجوری شاید نوشته بشه، یه ذره با موس نوشتن سخته، ولی این پلیسن، یعنی درجا دارن لیست رو آپدیت میکنن، هی نمیان که یه آرای جدید بسازن و این داستانه. حالا خیلی سطح بالا که بهش نگاه بکنیم، وقتی بریم داخل خود متدهای سورتی که استفاده میشه، مثلا مثل حالا باینری سورت، باینری سرچ، یا مثلا حالا مرج سورت، یا مثلا بابل سورت، وقتی اینا رو نگاه بکنیم اینا خودشون فانکشن های داخلی خودشون رو دارن و اکثر زبان ها به تشخیص کامپایلرشون، به تشخیص اینترپرترشون از یکی از این روش ها استفاده میکنن. اوکی، این از خیلی سورت طولانی شد، ولی بچه ها سورت خیلی مهمه، هم توی ساختمان داده مهمه و هم توی الگوریتم، که بیشتر یه مسئله الگوریتمی هست حالا سورت ها. بچه ها اگر تا اینجای ویدیو رو خوشتون اومده لطفاً داخل کانال سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید و خواهش میکنم که برامون کامنت هم بذارید، چون ما متوجه میشیم که اگر داریم جایی اشتباه میریم، اگر داریم جایی درست میریم و خیلی به ما کمک میکنه. اما در ادامه وقتی که حالا عملیات سورتمون انجام شد، پس ما اینجا اومدیم و این sorted arrays رو درست کردیم. اوکی، حالا بریم سراغ قسمت اول. میخوایم بریم میانه رو پیدا بکنیم. برای پیدا کردن میانه خب ما اول میایم سایز اری رو میگیریم و بعد تقسیم بر 2 میکنیم. خب مثلا شما فرض کنید که سایز اری ما، حالا توی این مثالی که من اینجا زدم، اینجا یه ذره تخته رو بکشم این ور، حالا این ور کار داره ها. شما فرض کنید که این لیست ماست. خب شما فرض کنید این لیست ماست. وقتی سایزشو میگیریم، سایزشو میده 3. خب سایزشو میده 3. اگر ما بیایم 3 رو تقسیم بر 2 کنیم، ما میخوایم وسط یه چیزی رو پیدا کنیم دیگه. خب 3 رو تقسیم بر 2 بکنیم میشه 1 کنیم. میشه 1 کنیم. خب میشه 1 کنیم و بعد مستاد فلور میزنیم روش که کفش رو پیدا کنیم، میشه 1. یعنی چی؟ میشه اولین ایندکس آرایه، یعنی این میشه اولین ایندکس آرایه. خب که حالا کار داریم باهاش، میشه اولین ایندکس آرایی. مثلا مدین ایندکس در ایندکس وسط در. و وقتی که ما مدین ایندکس رو پیداش کردیم، میخوایم یه عملیات ریاضی انجام بدیم، یه عملیات بیت وایز اپراتور انجام بدیم. خب طبیعتا همه شما تا الان شرط هایی نوشتید که داخلش اند وجود داره، ولی خب مسئله ای که هست، شما همیشه میاد و 2 تا علامت اند رو قرار میدید، درسته؟ ولی اینجا یه دونه علامت اند قرار گرفته. خب اینجاست که این یه دونه علامت اند مفهوم بیت وایز اپراتور رو داره. اینجاست که این مفهوم بیت وایز رو داره، یعنی
داره عملیات باینری رو انجام میده روی اعداد. خب ما اری سایزمون رو داشتیم، میایم اندش میکنیم. خب حالا من توضیح میدم این بیت وایز اپراتور چیه با عدد 1 که بفهمیم طول این آرایمون حالا زوجه یا فرد. اوکی، بفهمیم مثلا زوجه یا فرده، این یه روشه. روش‌های دیگری هم هست، مثلا باقی مونده شو به 2 بگیریم، این هم میتونیم بفهمیم 2 یا نه. یه روش خیلی بد دیگه اینه که شما برید داخل سایت npm و سرچ بکنید که پکیج ایزاد، و یه پکیجی واقعا وجود داره تحت عنوان ایزاد که خیلی بده و اتفاقا حالا اخیراً جادی هم فکر کنم داخل آخرین رادیو گیکش که حالا الان شمارش یادم نیست، دقیقاً یه مقاله خیلی خوب در این زمینه بررسی کرده. اگر حالا مشاهدهش نکردید میتونید برید تو کانال خودش و اون رو مشاهده بکنید. اول از همه حالا من لینک سایت MDN رو هم براتون قرار میدم. ما انواع اکسپرشن رو داخل جاوا اسکریپت داریم و یکیشون میشه بیت وایز اپراتور که ما اینجا داریم از بیت وایز اند استفاده میکنیم. و این بیت وایز اند رو اگر بیاید بخونید، بازم میگم من لینک این صفحه رو میذارم جهت حالا اطلاع خودتون، میتونید بیاد و این رو مطالعه بکنید. ولی این بیت وایز چجوری کار میکنه؟ خب ببینید بچه‌ها، داخل جاوا اسکریپت ما اولین کاری که میکنیم وقتی میخوایم این عملیات انجام بدیم، یا جاوا اسکریپت کاری که داره انجام میده اینه که عددی که حالا ما در مبنای 10 داریم، این عددمون دسیماله، عددمون 10 دهیه. خب این عدد 10 دهی رو میاد و تبدیلش میکنه به ورژن باینریش، منتها تا 32 بیت. اگر ما بخوایم کد چنین چیزی رو ببینیم، خب من این پایین یه دونه فانکشن گذاشتم که دسیمال تو 32 بیت باینری مثلا استرینگ، و عرضم خدمتتون که میبینید ما اومدیم نامبر خودمون رو اومدیم تو استرینگ زدیم و عدد 2 رو بهش دادیم، یعنی بردیمش توی مبنای 2. یکی از کاربردهای تو استرینگ تو جاوا اسکریپت اینجا داره مشخص میشه. و بعدش هم اومدیم پد استارت زدیم، یعنی میگیم تا 32 کاراکتر با 0 فیلش بکن. اوکی، اگر بخوایم اینو ببینیم، بذارید من یه جا اینو رو صداش بکنم، کنسرک میزنم، حالا خیلی غیر اصولی این رو صداش میکنم، مثلا همین عدد 3، مثلا ما سایز آرایمون عدد 3 هستش. خب این رو میام میکنم چون الان جوان پرینت نشه، ریترن هم میذارم و میبینید اومده تا 32 بیت، اومده کاری که انجام داده تا 32 بیت اومده این رو به دست آورده و عدد 3 شده 11. الان شاید تعجب کنید خب چی شد عدد 3 شد 11؟ این 11 چیه؟ این 11 در مبنای 2 هستش، 11 باینریه، یعنی اینجا دیگه مفهوممون فقط 0 و 1، ترو و فالسه. خب اما چجوری این اتفاق میفته؟ ببینید ما داخل سیستم اعداد دودویی هر کدوم از عددامون یه ارزشی دارن. از سمت راست شروع میکنیم. ارزش 1 داریم، ارزش 2 داریم، 4 داریم، 8 داریم، 16 داریم. بچه دقیقا این شماره اون جایگاهه به توان. مثلا این 1 که به دست اومده بوده 2 به توان 0، این 2 به توان 1، اینجا 2 به توان 2، اینجا 2 به توان 3، 2 به توان 4 و الی آخر. حالا 2 به توان 5 هم اینجا مثلا میشه 32. خب اوکی این میشه 32. پس اینو تا اینجا گرفتیم داره چه اتفاقی میفته. پس این ارزش جایگاهش از این توانه به دست اومده. خب حالا شما میخواید بگید من عدد 3 رو میخوام بسازم. 3 میشه چی؟ 3 میشه یه دونه یه دونه بسته یه دونه ای با یه دونه بسته دوتایی. پس برای همینه که عدد 11 در میاد. یا اگر بخواید 4 رو تولید بکنید تو این سیستم، مثلا چی میگید که مثلا حالا چون جایگاه 4 رو داریم این اتفاق میفته. 5 اگه بچه‌ها بخوایم تولید کنیم چی میشه به نظرتون؟ یه دونه 4 تایی و طبیعتا یه دونه ای. پس این میشه مثلا عدد 5 باینری.
حالا ما با یه تعداد صفری هم این طرفش رو پد میکنیم. مثلا جاوا اسکریپت تا 32 کاراکتر میاد این استرینگ رو پد میکنه. خب این تا اینجا. پس در مرحله اول عدد دسیمال ما شد باینری. حالا ما اومدیم عملیات اند انجام دادیم. حالا بذارم کاراکترش کشیدنش سخته. مثلا این عملیات اند رو انجام دادیم توی مسئله خودمون. خب مثلا الان سایز آرایه ما چیه؟ 3. خب این سایز آرایه ما 3. کاری که انجام میدیم این هست که ما این 11 باینری رو مینویسیم، زیرش هم حالا 1 رو مینویسیم و به تعداد مورد نیاز هم حالا پدش میکنیم با 0. البته ما این کار رو انجام نمیدیم، خود جاوا اسکریپت انجام میدیم. و مفهوم بیت وایز اند یا عملگر منطقی اند ضربه. اند معنی و میده. مثلا شما یه دونه شرطاتون چیه توی مثلا برنامه‌نویسی؟ 2 تا اند که میذارید پشت سر هم، مثلا میگید آ وجود داشته باشد و بی هم وجود داشته باشد، معنی و میده. و یعنی باید جفتش با هم اتفاق بیفته. در صورتی که هر دو عدد 1 باشن خروجیمون 1. در صورتی که متفاوت باشند خروجی ما 0 میشه. خب اینجوری ما میفهمیم عدد ما زوج است یا فرد است. خب یعنی خروجی این اندی که ما این بالا نوشتیم، این من اینو ببندم، خروجی عددی که ما اینجا نوشتیم یا 0 میده یا 1 میده، که حالا بعد چون داخل ایف هم نوشتیمش یا معنی ترو میده یا فالس میده. اوکی؟ این از این. پس حالا یک بار دیگه تمرین میکنیم. حالا میخوایم عدد 4 رو یا همون 100 رو بیایم بفهمیم که زوجه یا فرده. وقتی که میایم عملیات اند یا ضرب رو داخلش انجام میدیم، اینا رو بچه در هم ضرب بکنید. مثلا 0 ضرب در 1 0، خب 0، خب متفاوت 0 0 همینجور 0 میشه و این به ما 0 میده، یعنی عدد 4 زوجه. حالا شما عدد 5 رو برای خودتون رو برگه بنویسید و انجامش بدید ببینید چی در. اما خلاصه حالا این تیکه به ما یا ترو میده یا فالس میده. برگردیم سر اینجا این لیست ما. در صورتی که تعداد عناصر آرایه ما لیست ما فرد باشه، خب آرایه وسط مشخصه، عضو وسط مشخصه، چون فرد دیگه. وقتی میخوای نصفش بکنی یه تعدادی میافتن این دست، یه تعدادی میافتن مثلا این دست اون میانهه. خب این که خب راحته، مثلا فرد بوده، خیلی هم ساده و راحته. اما در صورتی که ما بخوایم و یه دونه آرایه داشته باشیم با تعداد اعضای زوج، یعنی مثل این 2 4 6 8، اگر شما 2 4 6 8 رو بدید، چون دوتا وسطی به عنوان میانه در میان، باید میانگین این دوتا رو حساب بکنید اینجا، یعنی میانه اینها وسط اینها میشه 5. اگر هم نگاه بکنید وسط 4 و 6 چه عددی قرار میگیره؟ عدد 5 قرار میگیره. برای همین این رو جمع میکنیم و تقسیم بر 2 میکنیم. خب پس این تا اینجای قضیه این اتفاق میفته. این قسمت کد مربوط به آرایه هایی که تعداد اعضاشون فرد باشه. خب میبینید ما اون مدین ایندکسی که به دست آوردیم رو داخل خود نامز پاس دادیم، چون نامزمون رو سورت کردیم و ریترنش میکنیم. خروجی هم همین هست. اما در صورتی که زوج باشه ما میایم مدین ایندکس رو یه دونه کم میکنیم، یعنی ایندکس میانه رو یه دونه کم میکنیم و خودش رو جمع میزنیم. حالا اینجا یعنی چی؟ مدین ایندکس ما کم شده یا زیاد شده؟ یادتون هست که من اومدم گفتم مستاد فلور میزنیم روی مدین ایندکس. خب الان اینجا ایندکس میانش کدوم یکی میشه؟ خب تعدادش بوده 4 دیگه، درسته؟ 1 2 3 4. مثلا اره سایز ما میشه 4. خب اره سایز ما میشه 4. 4 رو شما بیا تقسیم بر 2 بکن. خب عددت میشه 2. این تا اینجا یعنی عنصر دوم. همیشه یادتون هست که آرایه ها زیرو بیستن دیگه. این میشه عنصر اول، این میشه عنصر صفر و عنصر اول، این میشه عنصر دوم. یعنی این مستاد فلوری که ما میزنیم میاد 6 رو معرفی میکنه به عنوان ایندکس میانه. خب 6 که معرفی میشه به
به عنوان ایندکس میانه ما میایم یه دونه از ایندکس میانه میایم سمت چپ، یعنی عدد 4 رو با این روش پیدا میکنیم، با خود اون ایندکس جمع میزنیم و تقسیم بر 2 میکنیم. اوکی؟ این اتفاق افتاده ها، اینجا جمعشون کردیم و تقسیم بر 2 شون کردیم. حالا اگه بخوام مثلا کدمون رو هم اجرا بکنیم، من اینجا یه بار اجرا میکنم. خب بچه عدد 2 در میاد برای این مجموعه که همون مثالی بود که الان زدیم، اما این 2 4 6 8 رو هم که اگر مثلا بیایم به کار بگیریم باید خروجیمون بشه 5 و میفهمیم که مسئله‌مون کاملا درست هستش. و بدین شکل حالا ما اومدیم و مفهوم میانه رو متوجه شدیم. اما کاربرد مفهوم میانه میتونه کجا باشه؟ ببینید ما خیلی جاها و در خیلی از دیتا استراکچرها، در خیلی از حالا دیتابیس ها، نکته‌ای که داریم این هست که ما میخوایم سریع داخل دیتا هامون سرچ بکنیم. یکی از راه‌های این که ما بتونیم ایندکس میانه رو متوجهش بشیم باینری سرچ هستش که این داخل دیتابیس MySQL و بحث ایندکسینگ خیلی تأثیر داره. شما فرض کنید خیلی ساده اگه ما بخوایم ایندکس های MySQL رو نگاه بکنیم، ایندکس های MySQL رو شما به صورت یک لیست بهش نگاه بکنید. مثلا همین 2 4 6 8. بذارید بریم رو وایت بورد با هم توضیح بدیم. من اینو کنترل زد بزنم. شلوغ شد. اوکی. 2 4 6 8 رو شما به عنوان یه ایندکس نگاه بکنید. اول از همه باینری سرچ منطقش چی هست؟ اینقدر تلاش میکنه این لیست رو بشکنه تا اون عملیات جستجوی خودش رو سریع بکنه و همش هم با پیدا کردن مثلا ایندکس هستش. شما فرض کنید ما داخل باینری سرچ حالا چیزی که داریم چی هست؟ مثلا فرض کنید اومدیم و پرایمری کی های یک جدول رو داخل MySQL اومدیم و توی سورتد لیست ریختیمش. دقیقاً واقعا لیست مرتب شده است. مثلا فرض کنید 1 داریم، 2 داریم، 3 داریم، 4 داریم، مثلا 6 داریم، حالا 5ش پاک شده کاری نداریم، بعد مثلا 10 داریم، بعد مثلا 15 داریم. خب شما فرض کنید اینه. حالا من دنبال چی میگردم؟ این یه لیست دیگه. حالا این برش همینجوری. من دنبال چی میگردم؟ مثلا میگم که ور مثلا داخل حالا کوری MySQL میگم ور مثلا آیدی بزرگتر مساوی 4 باشه. خب اینجا MySQL چیکار میکنه که اینقدر سریع هست توی بحث ایندکسینگ؟ اول میره ایندکس مربوطه رو پیدا میکنه، ایندکسش رو انتخاب میکنه و اینها که بهش کاری نداری. خب اینو بذاریم کنار، بعدن حالا توی یک کورس جداگانه مثلا ایندکس دیتابیس توضیح میدم براتون. اتفاقی که میفته این هست که میاد به همین روش میانه یا پیدا کردن میانه میاد و اینقدر این لیست رو میشکنه به تیکه های دوتایی. یعنی مثلا میاد میگه که 1 2 3 4 5 6 7 است. الان این دقیقاً 7 است و فرده. وسطیش میشه کدوم؟ ببینید 3 تا میفته اینور، 3 تا میفته اینور. خب میاد میفهمه، میگه خب میانه من اینجاست. یه مقایسه انجام میده، میگه دنبال 4 و خود 4 و بزرگتر میگرده. پس همین الان به روش میانه‌یابی نصف درخت رو میریزه دور. یعنی این نصف رو میریزه دور، یعنی هر سری داره محدوده جستجوی خودش رو هی کوچیک میکنه. اینقدر این کار رو انجام میده که دیگه حالا به یک نهایتی میرسه و وقتی که خب به این نهایت رسید خب میتونه اون مقادیر رو برای ما برگردونه. حالا البته میگم اینجا الان دیتابیس ترس نمیدیم، اصلا هدفمون هم این نیست، ولی مثلا میخوام صرفا کاربرد این مسئله رو شما متوجه بشید. مثلا فکر نکنید که اگر داخل حالا یک مصاحبه ای از شما اومدن و میانه رو پرسیدن میخوام بدونن که شما مثلا این مفهوم ایندکس MySQL رو درکی ازش دارید یا نه، اینکه سازوکار ایندکس چه جوری هست حداقل. یعنی اتفاقی که توی MySQL میفته شما باید بلد باشید. به عنوان یک مهندس نرم افزار، شما به عنوان یک برنامه‌نویس حرفه‌ای، شما باید این نکته رو بدونید و بلد باشید. خیلی خوب، توضیحات من در اینجا به اتمام میرسه. بچه ها خیلی ممنون که این قسمت از ویدیو رو مشاهده کردید. من باز هم ازتون خواهش میکنم حتما ویدیو رو به اشتراک بذارید که استارشیپ لرن بیشتر دیده بشه، چون واقعا حرف برای گفتن ما زیاد داریم
و خوشحال میشیم که بتونیم این حرفامون رو به گوش‌های بیشتری برسونیم. بچه‌ها حتما توی کانال سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید، ویدیو رو هم لایک بکنید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.